سلام بچه‌ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز تو این ویدیو میخوایم بهتون یاد بدیم چجوری از یه ماشین بانک سرقت کنید. اول همونجور که میبینید توی نقشه من یکم من رانندگی بده ولی خوبم هست. اول L1 رو میزنیم که مثلا در این باشه حک میکنیم در سنده بشه نخواهم برسیم. بعدش این مدلی میکنیم. بعدش چیکار میکنیم؟ این ماشین رو میشینیم. بعدش هم گاز رو میگیریم میریم. البته پلیس جلوم بود میتونستم بکشمشون. پلیس چون جلوم بود نتونستم. یعنی اینکه گاز میدیم میرسیم اینجا. بعدش اینجا دور میزنیم. این هم مقابه که مثلا مخفیگاهشون. بعدش اینجا البته مخفیگاهشون هم بذاریم بهتون بگم اینجاست و توی این شهر الان هست شهر بزرگه که توی باشه دور کنن یه دون شهر اونم خیلی همشون بزرگتر از چهار تا شهر که داریم. و اینکه اون زدن اون امنیتی ها بودن گممون کردن. حالا هم ماشین بانک هم دیدیم میریم اینجا. خیلی هم آسونه، یعنی قرار نیم مثلا با ماشین فرار کنیم. مثلا بذارم بهتون یاد میدم. این کار هم امتحان خواستیم بکنه خیلی پول در میاری. من 700,000 دعوادم از این کار، ولی خب یه دوتا ماشین پرسرعت خیلی گرون هم گرفتیم دیگه. میایم اینجا میکنیم فقط باید مطمئن شیم که ماشینم برو دیگه داشت. این مدلی میکنیم و بعد دقت کنیم که دقیق بیافته، چون که پلیس ها این شکلی نمیتونن بیان تو. اگه نه تو حالا اینم پولشو میگیریم. این مدلی هم خیلی خوبه. اینم نمیتونه بیاد، نه خدا که نمیتونه بیاد. بچه دعا کنید نتونه بیاد، چون اگه با ماشین بزنن میتونن. اینجا کمین میکنیم چه یکم طول بکشه ولی پلیس ها نمیتونن. دست به هیچی نمیزنیم. مدلی کمین میکنیم و پوله میاد تو سواری. خیلی خوبه بچه. من بسیار میکنم امتحان کنیم. اگر یه دونه پلیس نکنیم بخاطر این ماشین پلیسی نمیاد برای اینکه کار خراب نمیشه. این شریفی میکنم من فرار کردم بخاطر همین نمیتونن بیان. این که به قرمزی که پشتم میبینیم اون توش پوله. البته فکر کنم دیجیتالیه. 5 ستاره شدیم بچه ها. شما بانکه پلیس ها همه کار میکنن که فقط پول بگیر ولی نمیتونن امن بگیرن. البته شما کار تست کنن شما هم هیچ وقت نمیتونن. میشین مثلا بهترین آدم توی بازی پولدارتر. یعنی این کار هم اگه خیلی ادامه بدیم مثلا 1,000,000 هم میشیم. 1,000,000 پول در میاد. خیلی باید خفنی. من همیشه اینا میکشم همینجوری مثلا دل خودم میکشمشون شاید میشم. برای اینکه فعلا اگه دقت کنین اون ثانیه تموم شه بازم گوه نمیکنن. ثانیه تموم شه مثلا چیز حق مسائل پاریس گمم کنم میاد تو اصلا گوه نکنن نمیاد. فعلا اون حق شد ولی باید پلیس ها گم شن. فقط دعا کنیم بچه ها زرد شد اون قرمزه، یعنی اون زرد شه و گمم دارن میکنن. اگه یعنی گمم کنن کامل یعنی کلی پول میاد. البته بستگی داره، مثلا ممکنه بعضی اوقات 30,000 بیاد، ممکنه 100,000 بیاد، ممکنه 200,000 بیاد، بستگی داره.
پلیس حالا دیدن دارم ویدیو میگیرم گوه نمیکنم، وگرنه خیلی وقت باید گوه میکردم. بچه واسه توی چیزم تو پیجم نوشتم فردا یه ویدیو دیگه واشتای دو داریم و اگه میخوایم مثلا بریم تمام ماشین های خفن و بازی رو پیدا کنیم. این مثلا هم ماشینایی که مثلا میدونیم چون بعضی هاشون پیدا کرده شدن بعضی چون پیدا نکرده باشه. حالا البته یه میذاریم واقعا تنها کمکی که میکنین لایک و ساب یادتون نره. نمیخوام گمشم نه. بچه ها همینجور که میبینی پلیس ها دارن اینجا گممون میکنن و اینجا نگاه کنین الان زرد الان بشه خونک شهردیش و اینجا نه که مثلا پول اومد تو حسابم. من 70,000 کلا